عقیده جاویدان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقیده جاویدان یعنی عقیده اسلام، عقیده‌ای که سبب رهایی انسان از ظلمت و گمراهی به سوی نور و حقیقت گردید، عقیده‌ای که پایه و اساس آن لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. بیایید ببینیم که تفسیر و مفهوم این کلمه یعنی لا اله الا الله چیست و چرا این همه دعوت‌ها و فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها به خاطر رساندن این کلمه صورت گرفته است. شهادت به لا اله الا الله یعنی اعتقاد داشتن به آنچه میگوییم و اقرار میکنیم و اعتقاد آن است که بر اساس علم و یقین باشد. دوم، اقرار با زبان و سوم، اعلان نمودن این عقیده و اقرار به آن تا دیگران شاهد جریان باشند. پس اشهد یعنی این جانب اعتقاد دارم و اقرار می کنم و شما را آگاه می سازم که لا اله الا الله احدی استحقاق الوهیت و تعظیم و پرستش را ندارد به جز الله. لا برای نفی جنس و الا برای حصر است و معنی جمله چنین است که معبودی بر حق ذات یگانه الله تبارک و تعالی منحصرا می باشد. اله یعنی معبود، کسی که قابل پرستش باشد. گویا ما می گوییم معبودی به حق جز الله وجود ندارد و آنهایی که بدون الله مورد پرستش واقع می شوند عبادت آنها باطل و ظلم و طغیان است. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کسانی را که آنان میخوانند خودشان وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان میجویند، وسیله‌ای هرچه نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است. این آیه 57 سوره اسراء بود. اولئک الذین یدعون یعنی کسانی را که اینها عبادت میکنند خود شدیداً نیازمند پروردگارشان هستند و نیازهای خود را آنجا برطرف میکنند و به سوی کسی دیگر برای رفع نیازهایشان متوجه نمیشوند. اینجا لفظ ربوبیت آمده است، زیرا اجابت دعا و قبول توبه جزو ربوبیت است. این آیه در واقع عقیده توحید را تفسیر نموده است که باید بنده به وقت هر نیازی که برایش پیش می آید روی به الله جل جلاله بیاورد. همچنین خداوند تبارک و تعالی می فرماید وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. و به خاطر بیاور ای محمد انگامی را که ابراهیم به پدرش آزر و قومش فرمود من از آنچه شما می پرستید بیزارم مگر آن کسی که مرا آفریده است. همچنین الله متعال می فرماید آنها یعنی یهود و نصارا
دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند. ارباب جمع رب است و در اینجا رب به معنی معبود است، یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پیروی می‌کردند. همچنین الله عزوجل می‌فرماید: و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. بقره آیه 165. بعضی از مردم معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند، اما آنها که ایمان دارند محبتشان به الله از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است. و نیز در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هر کسی که به یگانگی الله اعتراف کرد و به آنچه غیر از او پرستش می شود کفر ورزید، جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش در آخرت با الله است. و همچنین الله جل جلاله می فرماید: توبه آیه 24: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که الله عذابش را بر شما نازل کند و الله جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند. همچنان در روایت دیگری از حنس رضی الله تعالی عنه که بخاری و مسلم آن را نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: 3 خصلت در هر که باشد شیرینی ایمان را درک خواهد کرد. اول اینکه الله و رسولش نزد وی از همه کس محبوب تر باشند. دوم محبت او با دیگران فقط به خاطر الله باشد. و سوم اینکه بازگشت دوباره به کفر را همچون افتادن در آتش ناپسند بداند. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود: هر که محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش به خاطر الله باشد، با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت، یعنی ولی خواهد شد. و انسان هرچند نماز و روزه به جا آورد، تا چنین نباشد طعم ایمان را نخواهد چشید. که متاسفانه امروز بیشتر برادری ها و محبت ها بر اساس امور دنیا پای ریزی می شود و می بینیم که نتیجه مثبتی از آن عاید آل مسلمانان نمی گردد. و همچنین ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این سخن پروردگار و تقطعت بهم الاسباب البقره آیه 166 فرمودند: یعنی اسباب مودت و دوستی منقطع می شود. یکی از مهمترین مسائلی که بعد از ایمان و لا اله الا الله از هر مسلمانی مطلوب است، توکل به ذات پاک الله عزوجل می باشد که توکل یکی از بخش های مهم عقیده اسلامی و ایمان به خداوند تبارک و تعالی است. درباره توکل خدا تعالی در آیه 23 سوره مائده می فرماید: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، و بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید. توکل بر الله یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمان است. توکل اساس سایر عبادت‌های قلبی می باشد که عبارت است از بکارگیری اسباب و واگذاری امور به الله عزوجل. و متوکل کسی است که اسباب را به کار می اندازد و نتیجه کار را به الله جل جلاله می سپارد. توفیق را از او می خواهد و به کمک او برمی خیزد و یقین دارد بدون حول و قوه الهی کاری پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی محض است. شنوندگان عزیز، توکل بر غیر الله شرک اکبر است. بدین صورت که بر یکی از مخلوقات در اموری که از دایره قدرت او بیرون است توکل نماید. مثلا امیدوار باشد که فلان شخص گناهانش را می آمرزد یا فرزندی به او می بخشد و غیره، و آنچه که قبر پرستان از قبور اولیا و مشایخ خود
انتظار دارند و این شرک اکبر و منافی با توحید است. و نوع دیگری از توکل بر مخلوق شرک خفی یا پنهان محسوب می شود و آن عبارت است از اینکه امید چیزی را از مخلوق داشته باشد که در دایره قدرت او باشد و بگوید من به امید الله و تو چنین می کنم. این سخنی است ناجایز، بلکه باید بگوید من به امید الله سپس تو چنین می کنم، زیرا هیچ یک از مخلوقات شایستگی این را ندارد که بر او توکل شود، بلکه فقط به الله عزوجل اختصاص دارد. چنانکه در آیه فوق به ما دستور داده شد که و علی الله فتوکلوا، و این دستور وجوب توکل بر الله عزوجل را میرساند. پس واجب است توکل را که نوعی عبادت است فقط به الله اختصاص بدهیم و کسی را با او در توکل شریک نسازیم، چنانکه در آخر آیه فرموده است این کنتم مؤمنین، یعنی اگر واقعا مؤمن هستید پس فقط بر الله توکل نمایید. یکی دیگر از نشانه‌های ایمان و عقیده اسلامی ترس از الله عزوجل می باشد. خداوند تبارک و تعالی در آیه 2 سوره انفال می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام الله برده شود دلهایشان ترسان می گردد. و همچنین الله عزوجل می فرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، الله و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است. و در جای دیگر می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و هر کس بر الله توکل کند و کار خود را به او واگذارد الله کفایت امرش را می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه عقیده جاویدان می رسیم. تا برنامه بعد که باز هم درباره عقیده جاویدان، عقیده ناب اسلامی با موضوعات دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه شما را به خداوند بزرگ و لایزال می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقیده جاویدان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم.